با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، امروز نصیب باشد در محله ما عید نمازی سعید فطر میگذره و ما هم خطی بچه ها میریم طرفی نماز. اونجا مسجد های نه در صحن یک بین دو دام داده، صحن یک حولی کالا اونجا هسته، در اونجا مردم نماز میگذارن، هم مرد ها هم زن ها، همه با هم دیگر نمازی سعید فطر انشاءالله برگزار میکنن و نصیب باشه. ما هم دیگه بچه ها را گرفتیم میریم طرف نماز. ما ساعت در ما فعلا 7:30 با گفتی دین روز ملایمیم که ساعت 8 نماز انشاءالله میخونن. سرسبزی را بیش خیلی جای سرسبز هم هست در بین دو دامای نمازی ایدی امروزه ما انشاءالله خداوند قبولش کنه و از فرصت استفاده برده دوستان عزیز همه شما را به فرارسی ایدی سعید فطر ایدی رمضان تبریک میگویم. خدا کنه ایدی خوب و خوش داشته باشیم و سپری کنیم و التماس دعا دارم که در نمازها هم ما را فراموش نسازید و در حق ما هم دعا کنید و در حق ملت مظلوم تاجیکستان هم که در این شب و روز حال خوب ندارن دعا کنید دست جمعانه که حالی برادرای غریب، حالی برادرای ما و شما که در علاقه خصوص در روسیه هستند خوبتر سازتر شوه و بازم یک بار عید مبارک باشد دوستان عزیز. ما هم نزدیک شدیم دوستان و صحن مسجد. اصلا این مسجد در گفتی که پدبال های که امروز که تعداد آدم بسیار های همه بیرون دا میخونند در صحن بیرون. دوستان عزیز اینا نصیب باشه ما نماز خواندیم و عید ما سر رسید میریم طرف خانه ها و مهمونا را قبول میکنیم و میریم دیگه طرف های خانه برادرها دعا کردن. و دوستان عزیز بازم عیداتان مبارک باشه. عید سعید فطر برای همه ملت عزیزم تاجیکستانی عزیز تبریک میگم. خدا کنه که عید خوبی خوش داشته باشن و سپری کنن و علاوه خصوص دعاگو باشیم برادرها در حق مهاجران مهنتی که در کشور علاقه خصوص روسیه قرار دارن که در شب و روز با وضعیتی که با ما و شما معلوم است خدا کنه که از خوبتر و بهتر شود وضعیتشان و تمام تاجیکان که در روی دنیا هستند. دیگه خدا ادای شما را و نمازهای شما را و روزه شما را به درگاهش قبول کرده باشد.
تا برنامه‌های بعدی. خدا نگهدار.